کوله شما رفته پایین؟ آره. خب شما بیایم پایین. خب کوله رو باید که بگیرم. خب ظرفانم سنگین نبود. خب از کجا اومدی پایین؟ کیوه چقدری؟ پشت به سنگ. آقا کنترات میگیریم که نمیفرستیم میدم میکشیم غیر میبنه ببین همین ما میریم پایین بعد شما فرود بیاد رو همین تنابه رو همین؟ من گوه بقارم روی کنم من گوه بقارم میتونم بروی این میخه میشه اطمینان کرد. آله خب بچه ها تناب دلار بزنیم این وسط بزنیم بریم دیگه. کل تنابه تناب بزرگرم بزرگی کرد پایین خب میدونم شد بالا بار هم به چی اون وقت میندازیم؟ به همین میخه؟ آره دیگه عمرم هم به این میخه اعتماد نکنم. دست میزنی بهش تکون میخوره. ما اعتماد کرد ما که این قابل اعتمادی سنگ 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 کجاست؟ بچه ها باید یکی از این تونه رد شه بره کنار درسته؟ زیاد ریزش نداره یکی تونه ریزش داره ما خودمون شماری خیلی نداره حمایت آقا محسن بهترین کار اینه که اینجا ببین یه تنابچه من قرمز دارم خب اینجا جا بذاریم بشینیم فرود بریم پایین کجا بیت الله اینا تو این حفره حفره خیلی راحته. اصلا بدو اونو اصلا از همه راحت‌تر اونه این یه تیک. خالی میبندن در حد جام جهانی. چیه؟ خب بابا مسیر ما خیلی باحال بود تنابو میریختی و ما مسیرمون باحال بود تنابو نمیریختیم تناب نداشتیم که بریزیم. بیت الله بره که من اگه این بالا پرد شدم پایین نریختم سر بیت الله نه پس کنیم من میرم سوارتون میرم نه خودمونو میگم من بیت الله اما بره میگی. من پرد شدم سر بیت هیچ الله نه عکس بگیره. در حد تیم ملی انگولا من که گفتم من میارمتون بالا برگشتنی خود منو میبرین پایین. مثلا من عمرن اینجوری نمیام نه چرا؟ محسن ها یه دونه فوتومایات بنداز رو کدوم؟ به سیم بوکسله. این بکسل رو میگیرم پایین خب میدونم تو مسیر سیم بوکسل داری میری. بده من. داری میگیری؟ از چی داری؟ اینجا تناب میریختیم پایین کدوم تنابو؟ تناب بزرگمونه بابا 5 متری میریزیم راحت بیت الله من اصلا نمیتونم یخچال تموم شده بود اینجوری رونش شکسته بود بعد من تازه با تیمم از بالا رسیدم پایین به اینا اومدم غذا بدم دیدم که توی پناهگاه